خدا قسم آی مردا، آی پدرا، آی دختر دارا، آی زنا، به همتون میگم شما رو به خدا در میان خانه هاتون دخترایی تربیت کردید که روتون بشه او رو به امام زمانتون عرضه بدارید بگید این دختر مال منه؟ یا دخترایی تربیت کردید که اگه حضرت مهدی امشب بیاد بگه این دختر مال کیه بود سرتو تو لجن کنی؟ ها؟ این دختره؟ این دختر چیه؟ چرا پاهاش لخته؟ این دختر چیه؟ چرا سرسینه‌اش بازه؟ این دختر چیه؟ چرا سر و صورتش بلوه؟ این دختر چیه؟ چرا با 2000 تا جوون مردم سر و کار داره؟ این دختر چیه؟ چرا یکی دیگه چشمکش میزنه او لبخند میزنه؟ این دختر چیه؟ چرا خرید خونه تو دست اونه و با همه کاسه با آشنا؟ این دختر چیه؟ چرا تو نامحرم میدونه این دختر مال کدوم خونه است و باباش کیه؟ غیرت ها کو، مردانگی ها کو، رگا کو. آدم که نباید اینقدر مثل سیب زمینی باشه، سیب زمینی رگ نداره. این دخترها باباهاشون رگ، این زنها مرداشون رگ دارن بجورن. بله هوای کافی یه جوری بگو بعد مونه. چه موضوعی از موضوعات اهمیتش به اهمیت عفت و عصمت و حجاب اسلامی میرسد؟